سلام دوستای گلم. سلام بچه‌ها. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امشب بچه‌ها اومدن خونمون دور هم جمع شدیم. قراره که سارا بهمون یوگا یاد بده. بریم ببینیم که چطور پیش میره. امیدوارم که سالم از این موضوع جمع بریم بیرون. بریم بچه‌ها. خب سارا جون راجع به این رشته هنریت برای ما توضیح بده تا هنرجوات آماده بشن. خب بچه‌ها من خودم چند سال یوگا کار میکنم. الان نه آموزشی در کار نه کلاسی که شما تو کامنت ها نه اعتراض کنید و بگید که نمیدونم الان دارید به خودتون آسیب میزنید اینا. من خودم چند سال یوگا کار میکنم. الان دوره همین میخوایم یه جورایی از جنبه فان داره. میخوایم یکم دوره هم دیگه بگیم و بخندیم و ببینیم بچه‌ها چقدر تو یوگا استعداد دارن. به نظر مردم میتونن یا نه؟ آره چون که کلا این چیزایی که من چون کلاسمون پیشرفته است. این چیزایی که ما داریم یاد میگیریم خیلی قدرتیه و آقایون توی حرکت قدرتی خیلی قوی ترن، یعنی راحت تر میتونن یاد بگیرن. حالا بچه‌ها آماده شدن، قراره یکی بیان و ببینیم که چقدر هر کدوم استعداد داره. شما فیلمو نگاه کنین که تو کامنت ها به ما بگید که کی بهتر اجرا کرد. بچه‌ها بیاین. بچه‌ها ما خیلی برای این کلاس هزینه کردیم. لباسا اسپانسر داره کلاسمون. بیاین دیگه چرا نمی خب این نفر بعد یه ذره عطا قهرمانان ملی پوشان پیروز. خب بریم. اول باید نرمش کنید دیگه. اول بعد گرم. ما گرم بیشیم. خب برای اینکه ما میخوایم اول حرکت کلاغ رو تمرین کنیم بعد مشت دستامون گرم باشه. پس مشت دستاتون گرم کنیم. بچه‌ها این کلاغ دامسی یا غار در جهت عکس مصورم میاد. فقط اینکه مربیشون دفاعی پوشیده. خب آماده ای؟ خب بذار حرکت آموزش بدم بعد یکی بریم. برای اینکه حرکت کلاغ رو برین اول باید کف دستاتون رو بذارین روی زمین، بعد زانوهاتون رو بذارین پشت آرنجتون، یعنی پشت بازوهاتون. آره نمی‌بری؟ آره. من کمک کنم. بعد نه میتونم. همون که تو فیلم نمی‌افته. خب بعدش چیکار می‌کنی؟ نمیذارم من آموزش شروع. بچه‌ها اول باید نگاه کنید. برای اینکه اونطوری سرشی نریم و نیافتین بعد تمرکز کنید، سرتون رو بیارین جلو و پا رو بدین عقب. بعد پا رو کم کم بکشید بالا. بازوت خیلی زیاده. بازوت زیاده. خب برس امتحان بکنم. برو دیگه مشتاق هم برو ببینیم کدومی. کلاغ خسته. بتونی آرات یا از مایمون نه سرت نباید بخوره پایین. خب بچه‌ها به دلیل مسائل امنیتی من رفتم و دوباره اومدم. آفرین. الان شروع شده مایه. آره دیگه. آره صدا نمی‌پای. اصلا میدونی چیکار کن؟ زانوهاتو بذار پشت بازوهات. امتیاز بدن آره با امتیاز بدن. دیگه بس. امتیاز کنار وایس کنی بچه‌ها ببینن که تو واقعا وای نیستی. امتیاز بدن این اول نفر که میخواد اجرا کنه. آفرین. آره خوب داری میری ولی درستش اینه که زانوتو بذاری پشت بازوت. آفرین. تو خوب رفتی. نمیتون. آره آفرین. الیاس بیا. از کنار که ببینم پات روی برو. پات روی هواه. زانوات پشت بازوات. پشت بازوات آقا. آقا پشت بازوات. آقا سارا اعصاب نداره. اون خیلی مرحله پیشرفته رفت. حسن بیا برو. اصلا هیچ نه. حسن بخاطر اینکه زایش کنی خوب برو. پشت بازوات دیگه. پشت بازوات. اینجا نه اینجا. نه دیگه اینجا. آها آفرین. آره دقیقا هم. یواش. بعد آروم بری. نه که اونطوری خودتو پرتاب کنی. میتونه این قهرمان نامی این قهرمان نامی این زنجیر رو پاره کنه. خودتو پرتاب میکنی. آقا جراب باشه که جراب بکن. نه رفت جوراب نداره. آها الان خوب داره
میره آه. نکن میفته دو ثانیه واسه خب میریم کلاغ تک زد. حالا بین همه این دوستا بچه‌ها به نظر مشتاق بیشتر استعداد داشت آره منم داشت. خب آره میخوای کلاغ فکر کنم تو توی کلاغ تکوا استعداد داری همین عکسامو داریم. خب کلاغ تکوا بچه‌ها همون کلاغه ولی با یه پاه بله. واسه اینکه کلاغ تکوا رو برین یه پا رو میارین جلو یه پا عقب وقتی که میری روی یه پا اون پا خودش میره کم کم بالا او بلند نمیشه که نیایه چرا کنی آقا نیست بیش نبی خلفت نیایه انا چرا آره چرا پرتاب میکنی آقا رو زمین دیگه رو زمین اون رو زمین اون رو زمین آفرین این هم آره بیا پایین بله این پا صافه یکو مثل حالت دونده آفرین خب بعد میای این یکی رو که میاری دستتو میاری روی دست اون خودش نرم میشه میره بالا ای پیشانی خیلی بزرگی حسن بیا بالا چی اسم نیست دقت نمی‌کنی چه هنرجویی هستم به کلاس دقت نمی‌کنی آره اصلا پول شهریه‌اش رو میگیریم ازشون اضافه تر داری نگاه می‌کنی سن من هرگز نمی‌شم بوجه تاییش خب بوتی شد تو کلاس همه دارن با دقت توجه میکنن به دیگه خب آفرین حداقل حسن اجراشو خب انجام میده این بسته یاد بگیر فکر کنم واقعا الیاس پیشرفت کنه توی یوگا بچه‌ها نظرم عوض میکنم بین بچه‌ها من واقعا آی خدا خیلی سخته بچه‌ها میخوام اینو برم فقط به نیت این تازه خریدیم حال این بچه‌ها رو بگیرم میخوام اینو برم برو تک پا یا علی یا اول آرد ندی آرد از نونبایی لام استرالیایی اینو میرم آه دیگه برو از این بعد برو تا اینجا رو رفتی بده یه ذره آردو بده کاکا درست یکی رو بده عقب از همینجا آفرین یکی رو برو ببین اون وزن تو قرار بیاری روی این اون خودش سبک میشه میره بالا وزن تو بیار حالا میخوام سارا خولده نمی کنم ببین یاد سر بیا جلو پرتابی نیستی گفتم اون سبک میشه میره بالا چون جمعش میکنی آخه فهم خوب باشم الله اکبر خب حرکت بعدی دوره که نماز دور خوندی بچه‌ها توی این حرکت شاید الیاس یه ذره خوب رفت ولی باز علاقه نشون نداد که ادامه بده این رشته ولی این حرکت بچه‌ها حرکت مورد علاقه مجتبی که خیلی توش پیشرفت کرده ایستادن روی سر آفرین سر بعد اینجا بیا اینو بعد بگم برید شالتو بیاری همون شد شام باز می‌ذارم برم چه سر دد میگیره بعد اینو چیه باشه بیا خب بچه‌ها بریم مومی نبوده برای این همه از این صف میرم که بد نباشه چون دوستم برم راحت‌تر بد برو دیگه اولین جلسه دوری سخت فهمی کلاسمون کنم پیشرفته است داداش ما فارغ کم گرفتی برو یه دونه واسه بیا واسه نیست یا علی نمیتونه استاد دست بده
مرسی. حالا شما نمیخواد تا اون بالا صاف کنید همینجوری هم بذارین اوکی. یه زین صاف کنید چیزو شاپو رو ببین. سلام جزده. چرا کلا گذاشتی؟ یه سندت میگیره. خب. بچه‌ها اینجوری میشینی. اینو میذاری اینجا، اینو میذاری اینجا. خب کم کم این پا رو میبریم بالا. ببین فقط ببین. همینجوری برای که توی این حالت بمونی خون بیاد مثلا برگردی به حالت اولت. اوکی. وای الیاس کلا رو بذار سرت درد میگیره. نه امتحان بکنم. شامو جان ببین. با جای من حسن هم باید آره دیگه. تو از خودت بکن. آیا نکنه. امتحان بکنم. سندت. نه اونجوری نیست دستاتو اصلا اونجوری نیست. اول باید به حالت نه اصلا دستتو باید گذاشتی الیاس اینطوری بذار از روبرو بذار دیگه. آره اول سرتو بذار رو زمین پات همونجا بمونه. آره حالا خب اول بشین. الیاس هم چرا حالا تو خیلی هیجانی الیاس شروع کرد. بچه اول نیستش از همین پایین برین. آقا اول اینجوری پایستا. برو کنار. نه نه اما بره بعد. آقا داره درست شروع میکرد. برو. چی شد؟ برو. وای بچه‌ها برو. خیلی درست داره شروع میکنه. آفرین. واقعا درست شروع کرد. اصلا یک کلا نداری؟ اصلا مونم نره الله یا علی درست شروع میکنه که درست تموم نمیکنن. کلا برو. کلا سرم کلا نمیخوای؟ با کلا میتونی؟ نگی یه لحظه برو. نه کار ندارم برو تو برو. اینو بگی میخوام یه لحظه برم. نمیشه من از هفته دیگه بیام کلاس. از هفته دیگه هم بیاین همین رو باید شروع کنیم بریم. کلاه بابا مشتاق رو کلاه تبلیغ میکنه. اصلا نباید با کلاه برن دیگه. بعد باید سنگ هم بری یاد بگیری اصلا. فرش الان فهم بچه‌ها جلسه اولشون. وای خدا. ببین بچه‌ها میدونی مشکلتون چیه؟ اینه که خیلی عجله دارین. فقط میخوان آخرش رو انجام بدین. کلاه کجه؟ خانه گجری دونه میشه. خیلی پیشرفته شد. خیلی جلو رفتن. یه مدل دیگه ایستادن رو بچه‌ها الان چه سری فهم میرن میگن برو. مشتاق لطفا عجله ای نرو. آفرین مشتاق. وای مشتاق تو حالت بکنم سکته. آقا هرکت استاده. اونو نمیشه. دیگه موبیل. شیگم بودم آدم نکنم. اینو باید بره هر کی تونست بره یه هویج بستنی ده آب هویج بستنی همین الان میخوام درست کنم. نه باید من نداری. وای اینو بدم میره. کمون دوشا شکمه تا فردا برو هر کی تونست بره. زمان نمیشه میذارم شو شاید. نه زفر رو نگنی. دنگ 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 دنگ. این چه؟ دنگ دنگ دنگ. از بالاتر میشه که دیرتر میاد پایین. دنگ 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 جای دیگه شیگم دارم درد میگیره واقعا. چه نمیشه واسه چیه؟ شیگم دارم دنگ 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 دنگ. آفرین ورزشکار آخه دختر. شما بستم موقعم در نداره. فردا که کبود شدی دادیتون من میکنم. شیگم دارم. الیاس برو. نمیشه. شیگم دارم. نه اوکی میدی چرا خوبه برو. چاودین. دیگه چیزا. چرا؟
میوار بسام برای بشم تلویزیون. خب برو 3 2 تنگ تنگ نیلوفر بارا نیلوفر بارا نیلوفر نمیتونه چرا نمیتونه آخه؟ زدم راحته ولی چی رو واسه اینو برو 3 2 دنگ 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 تو بارا اصلا خوش اصلا 3 2 لنگ 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 دنگ 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 یکی دیگه سال حرکت بعدی بچه‌ها ایستادن رو سر این روش دیگر چرا دل میگیره شکم؟ خب بعدی مشکل دیگه توی حرکت سر خیلی پیشرفته شده میخوایم بریم توی حرکت سر به روش دیگه خب برو الان فیلم پشت احتمال داره دارم بگیره نه چرا؟ بدون موجب زیر کلاس میذارش خب بچه‌ها بریم برای روش بعدی ایستادن روی سر دست تو اینطوری جلوت میذاری باز میکنی بعدش میاد شکل مثلث درست میکنی شکل مثلثی درست کردی سرتو تاج سرتو میذاری توی همون مثلث پشت سر میذاری بعد میای جلو همینجوری قدم میزنی یه پارو میدی بالا اینجوری حالت توازن میگیری بعد میای کم کم بالا آفرین سارا آروم برمیگردی خب بچه‌ها مثلث میزنیم در خب دستتو اینطوری اینجوری عقب میذاری بعد باز میکنی مثلث میکنی خب یه بار دیگه آقا اینجوری میذاری باز میکنی باز مثلث خب سرتو میذاری توی همین مثلث آفرین حالا به شکل کوه میای اول بالا آفرین قدم یه به شکل خیلی دیگه داری میای وای از این میافتاد دارمش وای گردن بره خیلی خطرناک رفتی خیلی خطرناک نگه میشاشم گردن دیگه وای الیاس اومد برو اونورتر الیاس حرکت انجام من آقا خودتو سر یه دقیقه برو سارا من از یوگا فای میدم اینا اینطوری میگرده این چه قضیه نگاه کن یه دقیقه واسه الیاس یه دقیقه اینطوری واسه میگردن چجوری میکردن اصلا برو خراب کردم نه خراب می‌بینی چه نباید بذاری گردنت گیر کنه خب من خودم هم این همه میرم بازم خیلی میافتم داری میافتی خب گردن تو ول کن گردن تو بر ول کن که میافتی چون خیلی میافتی اینجوری میکنی البته با دیوار اولش میرم الان مربیای یوگا میام چیکار ها برام بشستم به دیوار پس خیلی الان صاف و عالی داره میری فوق العاده داره میری آره عجیبه میگم عقب نیا آفرین اوه چرا استعداد داره این لعنتی از یه پایین آفرین ماشا حالا الیاس تو برو اینجوری عالی الان تا اینجاشو که خیلی درست رفتی اول به شکل کوه بیا بالا کوری مندره پشت صاف نه دیگه دوتا کار کن بدم ایداز دره ایداز کو بیا بالا اول صاف این پشت صاف بشه آفرین خب آره نه پرتاب کنی تو خیلی خوب رفتی آگه اون درش کو نبود حسن تو بیا برو خیلی سنگار خیلی سنگار حسن تو اگه دیگه چی کنید بده نشون بده حسن تو اگه دیگه این برده برو فیلم ها میدیدم همین بود اینا حسن یوگا بارنده نیستی بیش حسن دینگ 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 ببندی چی شد ببند دینگ 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 خواهش ما خب میخوام بهتون چند تا حرکت بدم حرکت پل رو براتون اجرا میکنم حرکت پل غازیان وای پلم میتونه بره دستا رو اینجا میذاریم اینم بری با وای دهن سرویس اگه پل امشب به اینا دلیل خودشون رو اینکه نکشن به دلیل اینکه من این مقدار استعدادم زیادی امشب فوران کرده حرکت بعدی خب بچه‌ها حرکت باز نمیشم دورانی من صدا اشتت میذاریم حرکت 155 رو میخوام بهتون یاد بدم 150 52 53 حرکت 155
وای نکن خطر پا بقول فهمی پا خطرناکه 180 الان من بچه‌ها بس می‌خوایم بریم حرکتی کردن یک طرفه چی؟ آره بابا مسخره دارم میکنم زنگو بزن دیگه زنگو چرا نمیزنی؟ یه زنگ بزنی بفرد آفرین اونی استاد کارش درسته این حرکتی که الان یک طرفه است خود تبدیل به فرشته هم میشه بعد پات بره بالا تبدیل به فرشته نزدی داره میزنن دیگه فرشته میکائیل برو فرشته میکائیل داره به شما یاد میده بچه‌ها نگاه کنید بعدن 60 بار نپرسین یادش رفته آها الله فرشته بالا پر باشه پولو خدای الان میشم برم یه لحظه فرشته دیدم گیر برده یک لحظه تو فرشته میتونی پولو بری مگه؟ من میرم الله همین دیگه مشتبه میره مشتبه برو ببینم پول هم میره مشتبه برو اونطوری نیست مرسی سارا خوب بود آفرین سارا پول که سویش ساعتم دادم اصلا خود سواب بیرون کن تو من تو نکنی خاطر این پول اصلا خود سواب کن اصلا علی بیدم خود سواب کن دست من نداری با دست نداشت دست چیه اول فاز چیه؟ چی شد؟ همین بود تمام شد پول یخصتی داری میسردن آماده برو من غلط میرفتم اینجوری فقط الیاس رو بیا برو قبلا خیلی آماده بودم از بالا هم میشه از بالا تو اینجوری رفتی آره نه نشستم تو برو میخواد دیگه یاد بگیرم چیه آیلیشنی همینجوری مثلا بکن اینطوری که نشستی داری تو سارا بشو عادت بوده وای قلنجش شما فنا ایشالله که نشکسته باش نه آخه اون دست تو نمیچرخونی دست از اون میشه اینجوری میشه اینو که میدونم میچرخه تو داری اینو میری نه مثلا الان دستت اینجوریه هر کی برای خودش دستت بچرخون اینو بچرخونی تو دست نشه اینو اینجوری دست بشه کنم دیگه بچه ها نکشید خودتونو ما اتو بلند بابا بدنتون ولی چه دردی بگیره فردا اینا همه شلاق میشه اگه واقعا بدنشون کشیده شده باشه چه دردی بگیره این حرکت هم هست از داخل انا سویت دیگه سو این چی بود؟ از داخل این نشست دقیقا درست روش بند آفرین حالا بیا روی دست سوار شو این پاتو نه این پاتو سوار کن روی دست اول اینو سوار چی برم؟ یه رو بخوردم اینجوریه آره چی بود؟ خب پس تازه ها چی پوششی هست من دارم ماشاءالله ساری ماشاءالله میاد ببین دیگه رفتی دیگه ماشاءالله من اینجا بزن درسته ماشاءالله ماشاءالله آفرین همین که تلاش میکنی خودش کلی وای الیاس تلاش کن تو گره بزن بشه چه شدی؟ تو گره بزن تله من که بردم شما آقا بشینید اینطوری یه پا رو باز کن یه پا رو جمع کن یه دست رو میذاری داخل اینطوری اون راحت الیاس نشست اول پا تو سوار کن رو دست آفرین بعدن آقا پا تا لکزه نباشه نمیتونی بری والا یه رو دست سوار میشه یه سری بینده خدا سوری کربر دیرست من نمیری مبین از آفرین حسن جون چرا انصراف دادی ورزشو خوبی خوشتون اومد بچه ها از این ورزش عالی بود خدای عالی بود ما ازدیاد بیشتر دوست خیلی خوب بچه ها شما چی؟ ما شاید تو لذت بردی از این ورزش من عاشق یوام راست میگه واقعا حالا خیلی دوست بالا دارم بره فقط اونو بگی یکی اونو بگی رضایتتون رو اعلام کنی آره بابا وای 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 بزن شل کن بابا بیا پایین
خب بچه‌ها رسیدیم به ته کلاسمون. قراره با بچه‌ها یه مدیتیشن انجام بدیم. بچه‌ها هم بشینید صاف، پشتاتون صاف باشه، دم عمیق، باز دم عمیق. سعی کنید تو این چند دقیقه به چیز دیگه فکر نکنید. دم عمیق، باز دم عمیق. سعی کنید بدنتون رو آروم کنید. آروم و رها. زیادم رها نه. بچه‌ها تصور کنید که توی دریا هستید. روی ماسه ها دارید قدم میزنید. صدای موج دریا رو تصور کنید. موج داره میاد، میخوره به پاهاتون و پاهاتون رو خیس میکنه. میخوایم یه چند دقیقه به هیچ چیز منفی فکر نکنیم. هر دغدغه‌ای که دارید روی ماسه ها بنویسید. هر دغدغه‌ای که دوستش ندارید، بیپولی، فقر، بیماری، غم، قصه، هر چیز منفی که دارید روی ماسه ها بنویسید و تصور کنید که هر موجی که میاد این کلمات رو میشوره و میبره و هیچ چیزی ازشون باقی نمیمونه. کلماتتون رو تک تک بنویسید و با هر موج فکر کنید که مخالف اون کلمه ها روی ماسه ها نوشته میشه. اگه غمه به جا شادیه، اگه فقره به جاش پوله، اگه بیماریه به جاش سلامتیه. و سعی کنید که ذهنتون رو از هر چیز منفی خالی کنید. یه دم عمیق بگیرید، باز دم عمیق‌تر و برگردید به لحظه. دست و پاهاتون رو تکون بدید. اینا خوابیدن. حالا دستاتون رو به هم دیگه ماساژ بدید. جلوی نافتون ماساژ، جلوی ناف ماساژ. نه ناف ماساژ تا جایی که گرم بشه. چشاتون بسته بعد میبود. گرم که شد بذارید جلوی چشماتون و چشماتون رو باز کنید. بچه‌ها بزنگ اتمام کلاس رو همینجا اعلام میکنم. مرسی از همه دوستایی که ما رو حمایت کردن مثل همیشه. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کامنت منفی ندین چون که من قلبم کوچولوه ناراحت میشم. خدا نگهدار.